خوش اومدید به این ویدیو. همونطور که دارید میبینید اومدیم با هم دیگه روبلاکس امروز و من هدفم بیشتر از این ویدیو این بودش که بیام یکم درباره ویدیوهای بعدی آینده کانال بیشتر درباره اینا صحبت کنم و همینجوری هم توی این بازی یکم من بچرخیم فایت و اینا بدیم. احتمالاً این بازی خیلیاتون میشناسید تو روبلاکس و آره دیگه. خب اومدیم اینجا بیشتر با هم صحبت کنیم و اول از همه تشکر کنم از این کسایی که ویدیو قبلی رو دیدن و کامنت گذاشتن. حالا یکی دو نفری هم فکر کنم ساب کردن که واقعا ازشون ممنونم و ویدیوی قبلی فکر میکنم 70 تا اینا ویو خورد که واقعا من فکرشو نمیکردم. یعنی برای اولین ویدیو من میگفتم دیگه بیشترین حالا 10 تا 12 تا اینا ویو میخوره. برای ویدیوی قبلی من واقعا من باید اینو بزنم. اینو اگر بتونم بزنمش خوب میشه. اینکه ما نمیتونیم اینو بزنیم حالا مهم نیستش، من حرفمو میزنم. برای ویدیوهای بعدی خیلی میخوام بیشتر ویدیوهای روبلاکس بذارم اگر حالا راضی باشید و منتظرم هستم که هر کامنتی که فکر میکنید برام بذارید، هر بازی که میخواید پیشنهاد بدید، حالا تو روبلاکس، توی چه میدونم ماینکرافت، سروری، چیزی، بدوارد، هر چی فرقی نداره. منتظرم که بهم پیشنهاد بدید، فقط من اونا رو پلی بدم و بگم که تو این کانال خودم تنهایی قرار نیست همیشه باشم و یکی دو تا از رفیقام هستن احتمالاً اونا هم میان. حالا فعلا داخل امتحانا و اینا کنیم بریم اینا رو بزنیم. این یورو رو فکر کنم اشتباه کردم زدم، احتمالا منو جر میده ولی همشون هم این کاراکتر جیده رو داره. شاید بگید که چرا من اسکینم گوجوه. من خودم راستیاتش زیاد فن انیمه و اینا و این انیمه هم من زیاد دیدم، یعنی کامل دیدم، مانگا اینا شد کاملا دیدم. Meanwhile بذارم اونجا که همه شد. چرا میخواستم درباره همه موضوع حرف بزنم آینده کانال که واقعا به این کانال مثل اون کانال های دیگه نگاه نکنید که یه ویدیو دو ویدیو میذارم تموم میشه میره. من واقعا چند سال هستش که دارم سعی میکنم یه کانال درست حسابی بزنم و هیچ وقت نمیشد ولی از خیلی کمک گرفتم. این یارو دوباره منو کشت. اگه میخواید بازم پکیج کاملی از مرگه های منو داشته باشید به این شماره پیام برای آخر ویدیو ببینیم میتونیم یه دونه نوک بزنیم. این یارو منو ول نمیکنه. واقعا میمیرم الان، نگران نباش میمیرم. این یارو داره فرار میکنه. هیچ کس رو نتونستم بکشم. یکی داره اونور جر میده همه رو. همکنون ما اینجا یک ایرانی پیدا کردیم و اولی ایرانی ها همه جا هستن. یعنی واقعا این ثابت شده به این که ایرانی ها همه جا هستن. این یوجه رو اگر بشه بگرم خب بکشمش
2,000 years later. نباید بمیره فقط آخرش. یکم بذارم اشپیش پر بشه. بکنم همه را بس دیگه. خب امیدوارم که از ویدیو لذت برده و